اونه که حجت میکوه و دلیل میکوه و به جمعه حاضر نشود، یک بار اندیشه بکند که نماز جمعه در یک هفته مثلا 1 ساعت است، در یک هفته 1 ساعت است. یک هفته را ساعت حساب کنید که چند قدر ساعت می شود. یک شبانه روز 24 ساعت، یک هفته قطعی ضرب بزن 7 کرد 24 چند می شود؟ 100 چند؟ انا همین قدر ساعته که در یک هفته یک شبانه روز 24 ساعت، یک هفته این هر شبانه روز 24 ساعتی برای کار دنیات برای مشغول شد. نخواد که 1 ساعت تو از کار برای خدا آمده راز نیاز گفتن ایره کار دنیات از کار خدا پیش بدانی. کار دنیات همین 1 ساعته که در راه خدا از تو از او بهتر بدانی. این چی جای مسلمانی است دیگر؟ چی جای حجت کافتن دلیل کافتن است؟ یگان عذری نیست، یگان حجتی نیست که نماز جمعه را ترک کنی، مگر که بیمار باشی، کسل باشی، راه رفته نتونه، چشمش نابینا باشه، یا مثلا جراحی کردگی باشه، بیمار باشه که او قوت قدرت به جمعه آمده اشتراک کردن نداشته باشه، در این صورت عذر میشه، میلش معذور هست، در خانه پیشین میخواند به جای جمعه. خلیفه جمعه پیشین است، اما بی عذر جمعه را ترک کند بسیار در نزد خدا گناه است که عاصی می شود که ترک امر خدا کرده است.